سلام ارادت دوستان همکاران عزیز. یه نکته چالشی سر این پروژه داشتیم، گفتیم برای همکاران توضیح بدیم که اطلاع داشته باشن و تجربه کارشون بیاد. یه سری خط هستن که مثل این خط ورق نیاز دارن با سرعت خیلی پایین کار بکنن. مثلا تو فرکانس 1 هرتز، 2 هرتز و 3 هرتز از این دستگاه برای رد کردن ورق استفاده میکنن توی تایمی، ولی بعداً فرکانسش افزایش پیدا میکنه. مشکلی که داشتن توی فرکانس پایین حرکت به صورت پیوسته نبود و موتور لگد میزد. یه همچین حالتی حالا اگر بتونیم تشریحش کنیم که کلا این استرایک چرا به لرزش در میاد، حتی این جکایی که با این قدرت هستن دوچار لرزش میشدن. و یه درایو اصل خودش بود، درایوی که مال فابریک دستگاه بود، درایوی که مود وکتور کنترل داره، ولی درایوی که حالا جایگزینش کرده بودن درایوی بود که مود وکتور کنترل نداره و با این درایو تو فرکانس پایین واقعا نمیتونستن این مشکل حلش بکنن. نکته ای که هر جایی که فرکانس پایین میخواین و دستگاه ساختارش جوریه که تو فرکانس پایین گشتاور بالایی نیاز داره، حتما باید درایو های استفاده کنیم که مود وکتور کنترل دارن. مود وکتور کنترل تو فرکانس خیلی پایین میتونیم ما نهایت گشتاور رو از موتور بگیریم. پس حالا نکته هم حتما یادتون نره، یکی از ملزومات مود وکتور کنترل اینه که حتما موتور تیون شده باشه و برای تیون کردن موتورم قبلش مشخصات پلاک موتور برای درایو باید حتما تعریف شده باشه. اگر تجربه‌ای داری که مود وی اف به شما جواب نداده و مود وکتور تونستین جواب بگیرین، حتما زیر این پست برامون کامنت کنید. مرسی.